Kабинет 14 мақсад нمیشه. برای چی بلاگر شدی؟ مقصد یعنی رو به اینترنت آوردی. در مصروف کار میکردیم مقصد ایدیم کار بری زندگی خمون بودیم. دو فرزند دارم یکم اولم جدا شدیم. سی کابینت 14 این مخلوق خیلی کیف نکردم. باری پاتیسکو خود تشنیاس کو. دوستان عزیز دنیا همه رکلامه. ما هم 40 سکند رکلام میکنیم. شرکت موحدین برای گذشتن گرانیتسا کسانی که میخوان که از مسکو قزاقستان گرانیتسا بگذرن اینا مرامد رقمو دا زنگ بزنن یا که آفیسون مترو ودنی استادیوم بیاین باقی سربلند و خانواد باشین به هر یک شما راهی سفید خواهانیم ساق و سلامت رفته ساق و سلامت برگردیم بیاین شرکت موحدین در خدمت شما. سلام دوستان عزیز پادپیسیکای محترم از دل دوشنبه تاجیکستان عزیزم با کل دنیا سلام با کل مسلمانان روی دنیا سلام. برنامه بلاگر شوی ما ادامه دارد. من گفتم من دوست عزیزی ما برادر قدردانی ما انا دودر برادر حاجی بابا حاجی معروف کنبا لیسی کابینت 14 این مخلوق خیلی کیف نکردم. باری پاتیسکو خود تشنیاس کو. سلام علیکم برادر عزیز. سلام علیکم خدمت دوست مروجو رحمتی ما رو دعوت کردی. با شما هستم حاجی معروف لیسی کنبا کابینت 14. همتون سلام علیکم. سلام سلام. انا کم میرم یک جای برادرای عزیز صحبتکای جالب تنها برای شما یک دو سوالا کی و رپسکای یک دو سوالا کی همین دیوانه است که ده همین شما تماشا کنید و حلاوت ببرید. چی گفتی معروف جون؟ میرم در تگ بابامون میشینیم. خب سوالا کارا سوال جواب میدیم. ایجاد پانا دوستان عزیز برادرای قدردان حاجی معروف دوست عزیزی ما سوال برای همین معروف برای چی بلاگر شدی؟ مقصد یعنی رو به اینترنت آوردی. برای چی؟ ما خودت خیلی که میدونستی دوست مروجو که ما در روسیه در مصروف کار میکردیم مقصد ایدیم کار بری زندگی خمون بودیم و در همین تیک تاک دیدیم که بسیاری بعد بچهای تاجیک خمونی همین کرتیزن که پوشیده و پنجو مانده و خطی مقصد این چیز در ملت ایمونو میگه در جوان مرده ایمونو میگه ما همین را خواستم که همین گنگ دیوانه را لیچه نکنم بیام برای همین کارشون نکنم برادر مرا همین ویدیوی مرا مردم تماشا میکنه خشون عقیده مرا میدونن که همین بچه یگون چی را بله مقصد دیگه پی که همین بول تو گایکا دنگ دیوانه دف شوان مقصد که همین نوی ملت ما را پاس نکنن همین خیلی بهترین همین دوست هم حکا یک دو سوالکای سمینی میتونم تا چند فرزند داری؟ دو فرزند دارم یکم اولم جدا شدیم عایش و زینا دارم. همین کاستون برو پوشیدگی بیدی در اینترنت رو دیدی؟ نه توی یه برادر بود راست همجا شوخی کردیم با خاطرم توی خیال کرد توی من خیر با سوالا همین خیلی که سوالا بسیار باری معروف جان محکم معروف خطی ما در خانه خدا یک جای بودیم طولی قریب 21 روز یک جای گشتیم چی کارا را دیدیم همه معروف همه بینیم همون کار درد میزنه ما بالا را سیانکا کردیم خطی وای غالب جان خطی سلام علیکم بالا را سیانکا داریم میگم دیدی غالب اینجا ایکس کردن ممکن نیست اینجا تباف کردن ممکن نیست نگاه میکنیم این سر شما در همون سنگو با اون میگم بچه اینجا ممکن نیست چی گفتی میگه هیچ توبه گفته است زنده باش یا کس نه به تو رو بفهمونه یکم بورا خوب اگه این آجی که میدونی ها دیم بورا انشالله با نزدیکی سفر داریم بریم انشالله خداوند تکرار به خانه زیبا دعوت کنه و در آینده چی نقشه داری خودت چی کردنی مقصد کارت بس کردی یا که گفتنی که نقشه ندارم شما این هم میدونی که یگون رو کار نمیکنیم یا سیگرای در مایدیم یعنی خدا داده اکوی کل داره فقط دلار روی میکنم میگن تو در کابینت پیش بودم کابینت 14 محکم نکنه کابینت 14 محکم نمیشه برای همون برادرای عزیز همون آدمایی که میبینین هر کس کاری خودش قطعی شما یک کاری میکنین که خیال میکنین که همین کارتون درسته نه که نادرسته هر یک بعضیش یا چی بگم سنوجون بعضیش دلیچکش من روی میکنم میگم برادر همین ویدیویتون نیپراین همین مقصد در شهر مشرف ما تاجیکان نمیگه وقتی دوری مترو در اومده در مسکو بایرق در دستش صاحب همشا میگه تاجیکستان با پیش
و تو برای جو پویس بگی با بایرق خبردار بگی خیلی او دست آفرین بگیم آفرین ما دستگیری کنیم با رنگ لایق رجب، رنگ موین، رنگ دیگر علیوف ما دستگیری میکنیم. تاجیکستان با پیش میگیم من اون وقتا التماس پیش هر یک کار کردن اول این قاک فکر کنین. او داوره سیوز بودن گپ میگفتین از یه برادرای زمانه پیشرفته اند اگه پیپرای نمیگی یک کاری شما میکنه دنیا تماشا میکنه ما رو می پرتای گلوبوس اخی گلوبوس در کجایی که دمروی دنیا دا باشی تماشاتون میکنن. برای هم خیلی التماس برادرها هر کاری میکنین اول فکر کنین. با چی گفتنی کو بگو چی گفتن برادرها و کابینت کار کیسه لوبای کسلیش روی کمال چین کسلیاره لوبای کسلیش آی و برادرها از التماس نکنین. اون روز یه ویدیو در شالای گلخوجا برومد بچه‌های توجی گپش مترو رقص بازی کردن در روزی دیدم آی با یک کم در ناموس مردکی کنه ای روی یا توی به ناموس به مردک شش بودن درست رو کار میکنن وای دپورت میکنن اما خاصه کنه و هم خاطری گپای مرا همین ویدیوی مرا هم من کدام برادری که میبینه و خودش میدونه که همین مقصد تو چیه؟ مقصد ما چیه؟ زنده باشه برادر عزیز. ما اینم دوشنبه داریم با کم کم تماشا میکنیم. این قیفه جای دوشنبه را شما نشان میتیم. سربلند و خانواباد باشه. زنده باشید. در کجا باشه؟ نگهبان باشه. پناه خدا. خدا نگهبان. سلامت باشه.